بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. با عرض سلام و ادب خدمت شما برادران عزیز، خواهران گرامی و پدران و مادران بسیار مهربان، در ادامه سلسله بحث‌های تفسیری بعد از بررسی سوره‌های مبارکه حمد، ناس، فلق، امروز به سراغ سوره‌ای می‌رویم که در عین کوتاهی از عمیق‌ترین سوره‌های قرآن کریم در تبیین رابطه پیروزی و توحید است. سوره مبارکه نصر، سوره‌ای که تجلی توحید در پیروزی و بازگشت به خداوند متعال است و سوره مبارکه نصر 110مین سوره قرآن کریم است که در مدینه بر قلب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است و بر اساس نگاه‌های مفسران سوره نصر آخرین سوره کامل است که بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نازل شده است. بعد از آنکه شأن نزول و داستان سوره نصر این گونه است که مفسران مطرح کردند که بعد از آنکه مشرکان مکه در بعد از صلح حدیبیه عهد شکنی کردند، پیامبر علم و عدالت صلی الله علیه و آله و سلم با 10,000 نیرو و جنگجو به سمت مکه مکرمه حرکت کردند و در نزدیکی مکه با لشکریان الهی توقف نمودند. ابو سفیان برای سرکشی از مکه بیرون آمد و با امکی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برخورد کرد. عباس به ابو سفیان گفت پیامبر با 10,000 لشکر و جنگجو به سراغ شما آمده است. ابو سفیان ترسید و به عباس پناهنده شد و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم پناهندگی ابو سفیان به عباس را پذیرفت و به عباس گفت ابو سفیان را به گذرگاه و تنگه گذرگاه مکه ببر تا لشکریان الهی را ببیند. عباس ابو سفیان را به نزدیکی آن تنگه برد و ابو سفیان وقتی که حرکت و منور و نمایشی لشکریان الهی را دید وحشت کرد و به عباس گفت پسر برادرت عجب سلطنتی را ایجاد کرده است که عباس گفت این سلطنت نیست بلکه نبوت است. و عباس از طرف پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به ابو سفیان گفت به مکه برگرد و به مردم بگو که اگر میخواهند در امان بمانند یا به کعبه پناه ببرند یا به خانه تو ابو سفیان یا در خانه های خود بمانند. ابو سفیان برگشت و مردم را جمع کرد و گفت محمد با لشکری به مکه آمده است که توان مقابله و جنگ با او نیست و هر کسی که بخواهد در امان بماند یا به کعبه پناه ببرد یا به خانه من پناه ببرد و یا در خانه خودش بماند تا سالم و در امان باشد. خب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با همراه لشکریان الهی وارد مکه شدند و به شکرانه روزی که مخفیانه از مکه بیرون رفته بدهند به شکرانه آن سجده کردند و در کعبه آغاز کردند به شکستن بت‌ها.
در همین هنگام یکی از یاران رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که پرچمداری لشکریان الهی بود این شعار را سر داد، بیان کرد که الیوم یوم الملحمه، امروز روز انتقام است، امروز روز جبران است. که این ندا و صدا را پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شنید و این پرچم را از دست این در واقع پرچمداری که بود اون پرچم را گرفت و به دست حضرت علی علیه السلام داد و گفت این شعار را سر بده و این شعار را بلند بکن که الیوم یوم المرحمه، امروز روز رحمت است، امروز روز گذشت است، امروز روز بخشش است. و به شکرانه این پیروزی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سوره فتح را تلاوت کردند و حدیث داریم که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در عظمت این سوره نصر فرمودند که هر قاری‌ای که یا هر شخصی که این سوره را تلاوت کند بخواند در ثواب لشکریان الهی که مکه را فتح کردند در ثواب اون فتح شریک هستند. و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به مردم مکه که جمع شده بودند که صحبت‌های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را بشنوند، در واقع پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از مردم سوال کرد که از من چه انتظاری دارید؟ و مردم در عین حالی که همه در حالت گریه بودند و حلقه های اشک در چشم های آنها جمع شده بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم متأثر شد از این وضعیت و اشک های در چشم های حضرت جمع شدن. مردم گفتند ما از تو بخشش و گذشت میخواهیم، برای آنکه تعدادی از اهل مکه انتظار این روز را میکشیدند که اگر محمد یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بر مکه پیروز شود، حق و حقانیت جانب محمد صلی الله علیه و آله و سلم است که رسول علم و عدالت صلی الله علیه و آله و سلم اون سخن و صحبت حضرت یوسف علیه السلام را در اینجا در واقع تلاوت کردند که لا تثریب علیکم الیوم، یعنی هیچ سرزنشی بر شما نیست، هیچ کس حق ندارد در واقع به شما آزار برساند و شما در آزادی کامل هستید. و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که رحمتا للعالمین است جز این انتظار نیست. و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به یاران خود فرمود که تمام اون اتفاقهایی که در گذشته افتاده است ممکن است خانه شما را گرفته باشند، ممکن است که شما و همراهان شما عائله های شما آسیب دیده باشند، تمام اون پرونده های گذشته مختومه است، دیگه هیچ کس درباره گذشته سخن نگوید، حرف نگوید و به زندگی نوین و به زندگی نو رو بیارید و زندگی تازه را در واقع آغاز کنید. خداوند متعال در این سوره نصر اذا جاء نصر الله 3 خبر غیبی به مؤمنان و مسلمانان در واقع میدهد: نصر، فتح و گرایش و اقبال عمومی به سمت دین الهی.
نصرت الهی همیشه در حالتهای سخت، در حالتهای بحران، در شرایطی که مؤمنان و مسلمان ها و پیروان الهی در یک بنبست قرار گرفتند و توان و اون عقل بشری راهگشایی در واقع برای آن ندارد، اینجا نصرت الهی به سراغ مؤمنان و مسلمانان می آید و این نصرت الهی را ما در تمام حرکات انبیای الهی ما شاهد هستیم که شامل حال آنها هم می شود و این نصرت الهی در فتح مکه هم در واقع صورت گرفت که بدون خونریزی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و یارانش مکه مکرمه را فتح کردند که خداوند متعال می‌فرماید و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم، یعنی نصر الهی شامل حال مؤمنان می شود. و در جای دیگر باز ما می خوانیم در قرآن کریم که ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، یعنی هر کجایی که شما در شرایط دشوار قرار گرفتید، در بحران قرار گرفتید، اگر باور الهی و به نصرت الهی اگر شما ایمان داشته باشید و این حقیقت را پذیرفته باشید، خداوند متعال این نصرت خود را شامل حال مؤمنان میکند و در این پیروزی و در این نصرت باید مؤمنان زیرک باشند، باهوش باشند که نباید اون عجب و غرور در واقع و ما غرک بربک الکریم، در واقع اون غرور در درون اونها یا در حرکت آنها، در جریان آنها تأثیر بگذارد و هر وقت مؤمنان و مسلمان ها پیروزی و نصرت الهی رو کم دیدن یا اون نصرت و پیروزی را از خودشون در واقع دونستن، اولی شکست اونهاست. بنابراین است که در این بزنگاه ها باید مؤمنان در واقع هوشیار باشند و ممکن است و در تاریخ هم هست که بعضی از مؤمنان و مسلمان ها همیشه نگران این حالت ها بودند که تعداد ما در مقابل دشمن اندک است، تجهیزات ما در مقابل دشمن کم است، ما تجهیزات ما کم است و ما باید باور داشته باشیم به این آیت الهی که خداوند متعال می‌فرماید کم من فئة قلیله غلبت فئة کثیره باذن الله، یعنی از لحاظ تجهیزات نظامی، از لحاظ تعداد نیروهای نظامی، از تمام امکاناتی که دشمن دارد، باید ما به نصرت الهی، به توان خودمون، به ایمان راسخ که ما به خداوند متعال داریم، باید این ایمان راسخ رو باید ما داشته باشیم که نصرت الهی همیشه شامل حال ما می شود. یعنی دین الهی را وارثانش افراد مؤمن، مسلمان، متدین و اهل تقوا هستند و نصرت الهی جلوه از امدادهای غیبی است، نه صرفاً قدرت‌های ظاهری، نظامی، امکانات و مسائل دیگر. اگر ما در واقع یک برداشت تربیتی اگر از این آیه شریفه که اذا جاء نصر الله در واقع هست، امروز در شرایط دشوار، در شرایط بحران، ما حق نداریم مایوس بشیم، ناامید بشویم، برای آنکه سنت الهی تغییر ناپذیر است، سنت الهی تغییر نمیکند و خداوند متعال میفرماید سنت الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت الله، یا در آیه دیگر میفرماید ولن تجد لسنت الله تحویلا، سنت الهی تغییر ناپذیر است. ما اگر در راه راست باشیم، در راه درست باشیم، این سنت الهی شامل حال همه مؤمنان و مسلمانان در واقع می شود. و امروز اگر ما شاهد بعضی از همین برخوردهای افرادی که در واقع حافظ کل قرآن هستند، مفتی مباحث
اسلامی رو فتوا میدهند، در همین شرایط کنونی و حاضر ما میبینیم که در این درگیری که در منطقه مشاهده میکنیم، بعضی از قدرت‌ها و قلدرها و حاکمانی که امروز منطقه را به جنگ و آتش کشیده اند و در مقابل آنها مؤمنان و مسلمان ها و ایران اسلامی در مقابل آنها ایستاده است با باور اذا جاء نصر الله. منتها میبینیم یک سری از قاریایی که صوت زیبا دارند، چهره زیبا دارند، در بهترین مکان تلاوت میکنند، در بهترین مکان که مکه مکرمه هست تلاوت میکنن و پیش نماز هستن، میبینیم به این باور و این اعتقاد راسخ، به این ایمانی اذا جاء نصر الله در وجود آنها کم است و باور به این شاید ندارن که کم من فئة قلیله غلبت فئة کثیره. و امروز ما شاهد این هستیم که اونها بجای اینکه در جبهه حق باشند، در طرف مؤمنان و مسلمان ها باشند، در بر مؤمنان و مسلمان ها باشند، سخن ها و حرف های میزنند که بوی فتنه، طرفداری از جبهه مستکبر و فرعون را میدهد. و امروز ما شاهد هستیم که همه مؤمنان و مسلمان ها واکنش های خودشون را نسبت به این افراد، نسبت به این شخصیت ها، نسبت به این کسایی که در واقع غیر واقعی می اومدن مسائل رو مطرح میکردن و ما به عنوان یک چهره های قرآنی، به عنوان مفتی مؤمنان و مسلمان ها نگاه میکردیم، امروز در کنار ترامپ و نتانیاهو و دیگر کسا هستند و کان حقا علینا و حق و پیروزی از آن مؤمنان و مسلمانان است. و در واقع دومین غیبی که خداوند متعال در همین آیه اول می‌فرماید اذا جاء نصر الله والفتح، که در سوره فتح ما داریم که انا فتحنا لك فتحا مبینا، فتحا قریبا، نصرا عزیزا. یعنی خود فتح که حالا ما در سوره فتح انشاءالله اونو باز بیان میکنیم، فتح یک نوع گشایش است، یک نوع گشایش همه جانبه است و فتح فقط یک فتح در واقع نظامی نیست، بلکه ما فتح فرهنگی داریم، اقتصادی داریم، نظامی داریم، اجتماعی داریم، اینا همش فتح است. وقتی که فتح برای مؤمنان در واقع تحقق پیدا بکند، عرصه های مختلف در واقع در بر میگیره که خداوند متعال در این آیه شریفه میفرماید هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. یعنی وقتی که فتح در واقع اتفاق افتاد، دیگه این که در آیه بعدی در واقع ما اینو ثمرش هم میبینیم که این دین ظاهر میشود و اونجاست که ورأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. اگر در واقع موانع برداشته بشود، که امروز ما شاهد همین مسئله هستیم که بعضی از کشورهای در واقع پیشرفته، مدرن و افرادی هستند که مانع در واقع این فوجی که مردم به سمت دین الهی بیان، اینها مانع شدن و نمیگذارن که مردم در واقع به این سمت بیاین. که این حقیقت، این که فوج بیان، خداوند متعال انسان را طوری ساخته است، طوری در واقع خلق کرده است که این فطرت انسانی به سمت الهی گرایش دارد، به سمت الهی می رود. فطرت الله التي فطر الناس علیها. اگر این موانع برداشته بشود، اگر پیش انسانها را در واقع نبندن و افراد که موظف هستند، وظیفه دارند که دین الهی را برای مردم در واقع بیان کنند، تبیین بکنند، اگر هر کس وظیفه خود را انجام بدهد، ما شاهد این
فوج فوج و دسته به دسته در واقع به سمت دین الهی را ما شاهد خواهیم بود. لیظهر علی الدین کله رو ما در واقع ثمرش رو خواهیم دید. قبل از فتح مکه ما شاهد این هستیم که مردم تک تک در واقع ایمان می آوردن، مسلمان می شدن، ولی بعد از فتح مکه ما شاهد این هستیم که ورأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، یعنی مردم دسته دسته در واقع به سمت اسلام و به سمت دین در واقع گرایش پیدا میکردن و می آمدن. منتها باید این موانع، صدهایی که در مقابل انسان ها گذاشته است و انسان خودش به سمت لهو و حدیث در واقع متمایل هست، همیشه لشکریان شیطان در واقع اون جذابیتی که داره، اون رونقی که داره، اون زیبایی که شیطان در انسان نشان میدهد، ما میبینیم که خیلی مردم هستن که به سمت در واقع این تجملگرایی و دنیا پرستی میروند. و من الناس من یشتری لهو الحدیث. چرا؟ چون این زمینه را ایجاد کردگیند دیگرها، طاغوت‌ها ایجاد کردگیند. بعضی از حکومت‌های مدرن این زمینه را برای مردم رقص و بازی و به سمت گمراهی و به سمت ضلالت ایجاد کردگیند، مانع اون فطرت الهی شدگیند که به سمت دین الهی در واقع بروند. و این و یک نوع تحلیلی در واقع توحیدی و گرایش توحیدی و اندیشه توحیدی در رابطه با این پیروزی در واقع ما باید داشته باشیم و این را هم باید ما باور داشته باشیم و همه مؤمنان مجاهدان باید تکیه بر این نگاه داشته باشند، چون این باور ایمانی ما است که ما وظیفمون جهاد است، وظیفه ما مقابله است در مقابل دشمنان اسلام. منتها نباید ما فراموش بکنیم که اون غرور و عجب که در آیه قبلی ما گفتیم، فریب اون را بخونیم. ما وظیفه خود را انجام میدهیم و خداوند متعال فرموده است و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. از تو پرتاب کردن است، از تو شلیک کردن است، از تو رها کردن است. اون خداوند متعال هست که آن را به اون هدف، به اون جا و اون جایی که اصابت بکند و یا اون جایی که زده بشود، خداوند متعال آن را خود بهتر میداند که در کجا در واقع آن را قرار بدهد یا بشناند. و در جای دیگر خداوند متعال میفرماید فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. این روی کرد و باور و اندیشه توحیدی است که خداوند متعال برای مؤمنان راستین در واقع مطرح کرده است و انسان نباید کارهای خود را، عملکرد خود را مستقل بداند و اینها را باید در راستای همون نگاه الهی که و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم اذا جاء نصر الله والفتح، باید با این نوع نگاه در واقع ما کار را پیش ببریم و نباید کارها را از خودمون بدونیم که ما تأثیر گذار بودیم، بلکه اینجا خداوند متعال هست که در واقع تأثیر میگذارد و در واقع نشان میدهد که این نوع نصرت اذا جاء نصر الله که یک امدادهای غیبی است که برای مؤمنان در واقع خداوند متعال مطرح میکند، از غیب میگوید. امروزه این تحت عنوان آینده نگری، آینده پژوهی در واقع مطرح است. با این عبارت ها در واقع مطرح است و دست انسان از آینده در واقع در خیلی مسائل کوتاه و غیر ممکن است و این را خداوند متعال بر اساس اون نصرت الهی در واقع امدادهای غیبی خداوند به مؤمنان در واقع عطا میکند. در قضیه حضرت موسی علیه السلام در مقابل فرعون
شما شاهد این امدادهای غیبی هستید. در ماجرای اصحاب فیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ما شاهد این امدادهای غیبی در واقع هستیم. این تنصر الله ینصرکم. و در مقابل این سه نعمتی که خداوند متعال به صورت غیبی به مؤمنان میدهد، در این سوره، در ادامه سوره، در مقابل اینها سه تا وظیفه رو در واقع خداوند متعال برای مؤمنان در مقابل نصر و فتح و اقبال و گرایش عمومی مردم به سمت در واقع دین، سه تا دستور الهی را میدهد. یکیش فسبح بحمد ربک و استغفر. و خداوند متعال انسان را به تسبیح در واقع مکلف میکند که شما صبح و شام و روز و شب تسبیح گویان باشید، خداوند متعال را تسبیح بگید. به همین خاطر ما آیه سبح اسمه داریم، سبح اسمه یسبح لله. فسبح اگر ما نگاه کنیم در حالت فعل ماضی، در حالت فعل مضارع، در حالت فعل امر خداوند متعال این تسبیح را برای مؤمنان و مسلمانان مطرح کرده است. همه این امکانات را در واقع برای انسان قرار داده است. در مقابل این امکانات انسان موظف است مثل بقیه موجودات و نباتات که همیشه در حالت تسبیح هستند، سبح اسم ربک الاعلی. یا در جای دیگه می‌فرماید خداوند متعال که سبح لله ما فی السماوات والارض. از موجودات دیگر ما عقب نمانیم و تسبیح بگوییم و این من شیء الا یسبح بحمده قد علم فلاتا و تسبحوا. یعنی در همه حالت باید ما خداوند در واقع تسبیح بگوییم و این ذکر همچنان در واقع در وجود ما داشته باشد و این تسبیح گفتن و این نوع نگاه ما را از غرور در واقع نجات می‌دهد. در مقابل این نعمت‌ها باز خداوند چی میگوید؟ فسبح بحمد ربک. یعنی حمد، ستایش، تمحید، در واقع این جزء وظایف مؤمنان و مسلمانان است که حمد و ستایش و سپاسگزاری که در همین اول آغاز ما سوره الحمدلله رب العالمین را در واقع تفسیر کردیم و گذاشتیم که در مقابل تمام نعمت‌هایی که خداوند متعال برای ما عطا کرده است، حالا گذشته از دیگر نعمت‌ها، همین نعمت‌هایی که در این سوره مطرح شد، نصرت، فتح و اقبال عمومی، این را با تمام وجود ما باید بگیم که خدایا شکرت به خاطر همه این نعمت‌هایی که برای ما داده ای و قل الحمد لله. و همیشه باید ما از خداوند متعال سپاسگزار باشیم. لئن شکرتم لازیدنکم. از دست زبانی کی برآید که از عهده شکرش بدر آید، بنده همان به که ز تقصیر خویش عذر به درگاه خدا آورد، ورنه سزاواری خداوندیش که از نتوانی به جای آورد. این ابر و باد و مه و خورشید و فلک، همه این نعمت‌هایی که برای انسان خلق کرده است، خداوند متعال در قبال این همه نعمت‌ها از ما جز تسبیح، جز حمد، تمحید، سپاسگزاری به خاطر این نعمت‌ها وظیفه مؤمنان است. و نتیجه این حمد و سپاسگزاری یکی از اثرهایی که در واقع دارد باعث و سبب افزایش نعمت می شود در زندگی انسان. یعنی سپاسگزاری در مقابل یک نعمتی که خداوند داده است، اون نعمت رو به جا بیارید، این رزق و روزی را در زندگی انسان زیاد میکنه. و مسئله سوم که در واقع در مقابل این نصرت و این فتح و این گرایش عمومی به سمت دین، مسئله استغفار است که خداوند متعال می‌فرماید و استغفر الله ان الله غفور رحیم. یعنی انسان
در همه حالت باید استغفار بکند. فقلت استغفروا ربکم. یا در جای دیگر می‌فرماید یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم باموال و بنین. یعنی استغفار هم باعث خیلی از نعمتها در واقع می شود و انسان را دگرگون میکند و استغفار یک راه بازگشت مجدد است به سمت پروردگار که خداوند متعال می‌فرماید من نصرت میدم بر شما، امدادهای الهی رو شامل حال شما میکنم، منتها شما غرور برتان ندارد، یک وقت تکبر نکنید در این زمین، در مقابل این پیروزی، در مقابل این غلبه همیشه شما زبانتون به استغفار مشغول باشد، استغفر الله بگویید. و اگر که در واقع این دعاست، این استغفار خودش اصلا اگر این زبان ما به این عادت بکند و این نعمت الهی رو به جا ما بیاریم و زبانمون همیشه استغفار بگوید و ما کان الله لیعذبهم و هم یستغفرون. یعنی خداوند متعال میگه شما استغفار اگر بکنه و کان الله لیعذبهم، یعنی من عذاب از شما بر میدارم. یکی از برکات استغفار برداشتن عذاب است. حالا عذاب دنیوی سر جای خودش، بعضی از مشکلاتی که آدم در زندگی دارد آنها را بر میدارد که آیات‌های زیادی ما در این زمینه داریم و از همه مهمتر عذاب‌های اساسی که در روز قیامت هست خداوند آنها را در واقع بر میدارد و نتیجه این استغفار سبب نزول رحمت، رزق و رفع بلاست. یعنی استغفار سبب می شود که خیلی از بلاهایی که شامل حال مؤمنان و انسان ها بشود، این استغفار سبب می شود که اون بلاها از سر راه انسان برداشته باشد. و نکته آخری که در واقع در این سوره نصر هست، انه کان توابا و توب الی الله جمیعا. و خداوند متعال یک دروازه رو باز کرده است. خداوند متعال انسان را آفریده است. خداوند متعال میداند که این انسان ممکن است خطا کند، ممکن است راه را به راه برود، ممکن است که فریب انسانهای ناباب را بخورد، ممکن است که فریب دوستان ناباب را بخورد، ممکن است که این راه درست را نرود. به همین خاطر است که راه توبه را و راه استغفار را خداوند متعال برای بندگان خودش قرار داده است. نوجوانی صحبت میکردم، گفت من دیگر چی میگن به قول خودمان از سر یک سطل آب بروه یا چند سطل آب بروه، دیگه ما اینقدر گناه کردیم که دیگه قابل بازگشت نیست. وقتی که با این نوجوان صحبت کردم، دروازه استغفار باز است، دروازه توبه باز است و خداوند انسانها را خلق کرده است و میداند که بعضی از این انسانها در مسیر نادرست می رود، به همین خاطر توبه را گذاشته است. و گفت من با یک مولای صحبت کردم، گفت با آن چیزی که شما تعریف کردید دیگه شما دنیا و آخرت خود را سوزاندید و راه بازگشت برای شما نیست. گفتم نه، این خیل نیست و خداوند متعال دروازه بخشش را برای همه باز گذاشته است الا مشرکین. و خداوند میدوند انسان ها و بندگانش ممکن است خطا کنند و دروازه توبه رو در واقع باز کرده است. یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا. این رو خداوند متعال فرموده است. گذشته از این یقبل التوبة عن عباده، یعنی خداوند در اثر عبادت، در اثر فهمیدن اشتباه، در اثر استغفار، در اثر بازگشت، خداوند متعال این گناه، این معصیت، این بی‌راهی رو خداوند متعال
میبخشد. نه اینکه نمیبخشد. خداوند متعال در آیه دیگر میفرماید ان الله یحب التوابین. اصلا کسایی که لغزش میکنن و در اثر اون لغزش میفهمن، متوجه هستن، باز به سمت من باز میگردن. میگه اون بنده ها رو من ویژه دوست میدارم. در بهش باز است، در توبه باز است، در الهی باز است. در آیه دیگر ما داریم که خداوند متعال از رگ گردن به انسان نزدیکتر است و انسان ممکن است که در زندگی مرتکب برخی از خطاها، برخی از نفهمی‌ها بر اثر این سوی تبلیغات، تلویزیون، شبکه‌های اجتماعی و مسئله های دیگری که ممکن است این جوان در دام اونها بیفتد و مرتکب گناه بشود، خداوند متعال دروازه توبه رو باز گذاشته است و در واقع میتوانند انسانها در واقع توفیق این را داشته باشند که توبه کنند و توبهشون پذیرفته می شود. و در واقع اگر بخواهیم یک جمع‌بندی از این سوره که در اول فرمودیم که بسیار سوره کوتاه است، منتها بسیار عمیق است، که خداوند در این سوره مبارکه درس‌های تربیتی رو در واقع برای ما آموخته است که توحید را در صحنه عمل ببینیم. و ما غرک بربک الکریم، و استغفار را در واقع ترک نکنیم و همیشه ای در زبانهای ما باشد و نصرت الهی را در واقع در نظر بگیریم و به آینده روشن در واقع ایمان داشته باشیم. این سوره مبارکه هم نصرت، هم فتح و این اقبال عمومی و گرایش عمومی رو به سمت در واقع دین برای ما مطرح کرده است و مسائل تربیتی زیادی در این سوره مبارکه هست که ما قسمت آن را با توجه به وقتی که بود مطرح کردیم. و در این سوره مبارکه ما می آموزیم که پیروزی واقعی آن است که ما را به خداوند متعال نزدیک بکنه. اگر پیروزی به تسبیح و استغفار نینجامد، ناقص است، ما به سمت غرور و تکبر رفتیم. اگر پیروزی ما را متواضع تر کرد، نصرت الهی شامل حال ما خواهد شد. و اگر ما را مغرور کرد، آزمونی شکست خورده است. و در همه حالتها باید در واقع ما آمادگی این را داشته باشیم که خداوند متعال از تمام تقصیرات و کوتاهی ما که جزء خصلت‌های انسانی و بشری است که ممکن است بعض وقت کوتاهی بشود، لغزش‌ها بشود، خداوند انشاءالله همه ما را ببخشد و بیامرزد و همه گذشتگان ما و شما را رحمت و مغفرت بکند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.